امروز میخوام بهتون یه چیزی یاد بدم. دیگه خیار رو خام نخورید، بپزین بخورید. خیار بپزین بخورید، اونم با کره حیوانی، برا قند خون خیلی خوبه، برا یوبوست هم خیلی خوبه. هر دوتا رو تنظیم میکنه، قند خونتون رو میاره پایین. دیگه خیار رو خام نخوریم، بپزین. این تکنیک ما نامیزانه. خیار شبان. خیار، بله خیار، تعجب نداره که خیار رو بپزین بخوریم. دیگه خام نخوریم، خیار رو بپزین. هم برای قند خون خوبه، هم برای دیابت. امتحان کنین، ضرر نداره. یه ذره خیار رو بگیرین. کره چیه؟ کره محلیه؟ محلی باید باشه، کره محلی باشه بهتره. بعدش هم یک کم آب لیمو میزنین، نوش جان بکنین. یعنی واقعا عالیه. امتحان کردم ها، قند خون یه جوری، من قند خونم بالا بود، الان با همین کدو و چربیمه با کدو آوردم، چربیمه با کدو آوردم پایین، قند خونم با خیار میارم پایین. بهتون قول بدم دیگه خام نخورین، خیار رو بپزین بخورین. از کدو و بادمجان هم بهتره خاصیتش. خیار واسه چیزم خوب آبرسانیه. آره آبرسانی بدن هم خوبه، این هم یکی از خاصیت هایی که بپذیره. حتما این کارو بکنید، بعد میفهمین چه معجزه میشه، چه معجزه میشه. واقعا یه چیز کار درسته. بده بره.